پلیزک همون سالهای پیش با بایان ما نقل میکردن که همونجا شلوغ معیده بوده است، همونجا یک پلیز کور بودن، حساب پلیز میکردن. همه خیلی همون نام مونده است. این همین سالها سالهای گذشته این همه با جوانو قطعی همه زبان به زبان همه نام مونده. اینا تا حاضره پلیزک سببش همینه. دوره کنه چهار خواجگی که اومده این وقتیا و هر جا ما که در اینجا کشیدم نماینده آدمای همون میری خورا بگیم ای نهی قلعه همه جا کنترلش همه جبدن گاه مول چرا دادن خربزن میکشتن انا که همون پلیزک شد. طبق روایت های تاریخی تقریبا 450 سال می شود که دهه پلیزک ارزی هستی دارد. از گفته های کلانسالان پیش از پیدایش دهه این موضع پلیزکاری بوده است و نام دهه از همین سرچشمه میگیرد. امروز تمام شرایط ها برای نیکوحالی مردم فراهم آورده شده. برای بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی زحمت کشیده شده. همین سال بود هوا بسیار همون خلق نزد اومد که سیستم همین یعنی که همین چرواداری همه دیوار دارم بخیدم که حاضر رامای همین دیوارمو یک شب آوردن سپردن در خلق در شین چشمه بود دیای گامو گلی خرون دکان چورما هم خسار نزد اختصاص ما هم خدمم خواهم پلیم دوتیق نیستم میشود زود پروری مولای نزد همین گلو که همین ترکی دوره همین چیزی خدمونات و برای موندگی هستیم که مثال با نسبت دیگه سالو باید که طولگیری برگریش بر نقصر شود. سحری خسته گوار را میجوشیم، شیر را میپلونیم و در کسرول کلون میمونیم، 3 گوار میجوشیم. بعد با کدومی که گفت با وارا میتیم قیماقش هم میگیریم. بعد خیلی زندگی اگر استفاده بردیم شنا کردیم روغنش میکنیم. خوردن کودکا خوردن جاش روغنی زرد میکنیم. بعد روغنی زرد استفاده میبریم. ای همین زندگی ما پیش میبریم برای مهنت خدمت ای چی خدمت ای دستی خدمت زندگی ما پیش میبریم. وقتی که نهاد همه رما و مثال پدر دکه های میکنی همه علف توزر را میخره یعنی سیستم روغن و کیشو مثال شیرداری بود زیادتر میشود. در فصل زمستان باشه این برای برای یعنی کرمیدنی میگن که واحد خوراکی زیادتر در کار بیاره مثال کنجوره و مثال کم بکرد این نوعی بسیارتر در کار که حیوان کرمی کنی حیوان استحصال کنی مثال شیره روغنه. برای ما همین کار دهقانی ای همه کار خوب همینه. همه طرف زندگی و همون میبریم. یگان بار تنقیسی نمیکشیم، یگان جهت عذاب نمیکشیم. زندگی ما به همین چی ختم میبریم. همه آدمی زاد باید در ده هم تکاری محنت حلال کنیم. یک مانی همه ما همین طرف اینجا یگان آدمی نیست که بیگاه بیمول دو در زندگی شبه. چه قشلاق های. البته در دهه انعنه گذشتگان و آوردگی که همین نوبت به نوبت هر روز پودابونی میکنیم. پودابونی هم کسی که گاو دارد یک چی دارد نوبت به نوبت های میکنه جا گاو پودابون میاد بر وقت پیش های کردن پودا آن در همین جا انتظاری میکشند. بعد پودا را های میکنند نگاه میکند سلامتی و نگهداری گاو را که کدومش اگر رفتن میتونسته باشه میگردونه با چیش میکنن. خب بعد یک پودا جمع شید تقریبا ساعت های
هفته نیم همین خیلی اینجا راه داریم او طرفی که های میکنیم بریم اونجا جای چراگاه دمو برو این دیهای مونده تخمینا قریب 100 گو جمع میشود 200 هم زیادتر ولی همه پودای جمع نشنگه بعضیش در چراگاهان ولیم 200 تا جمع میشود اینجا هم 200 تا برده بونی کرده باز بگای آورده اگر که هیچ که یگون کس دخالت نکنه همین گاو راست اومدگی هر کمش با هم خونه صاحبش چیکار میکنه میرود خواهد در دیها چیکار میکنید دیگه به گاو مول نمیشود زندگی کرده اساس زندگی همین دهات همش همین گاو یک شیر پیدا میشود گوشت پیدا میشود دیگر واسه زندگی هم میوانه هندوک دارم هندوکا نگاه می‌کنم که سه بار نخرن واره های می‌نم یا گوساله هر یک کدام ببرم میچکم و دباغشم برای فروختن واره میبرم میچکم راست می‌نم حد میشه که بود سه که باشه میده می‌تیم کارتوشکای سیوای میده و همه را بعد واره می‌نیم با آیا خود با این کودکان نگاه می‌کنم یک روز بود میشه در لقشوی یورا می‌نم روز بود میشه با گاوا میویم یک بیش تو سورای یک همه چخل بگم همه ضرورت دنیا میشه ما یکون چیزا نمیخریم همه چیز خود استحصال می‌کنیم کارتوشکا و سیب و بعد همین کارنامه شلغم لبلبون و سبزی و پیاز ما یکون چیزا نمیخریم همه چیز ما همیشه استحصال می‌کنیم استحصال خدمات یکون بغیر از روغن پخته ما یکون چیزا نمیخریم خب وزیرین ما برای کندن کارتوشکا اسب تیار کرده ایستادیم خب بندو را میبندیم در بالای زین هم باید بند باشه تا که اسب وزمینی نیاره خب این ایش هم به همین درونی همی میگذرونیم اب اینا میگذرونیمش پشتی اسب در نجقه بنا که چی را بیار سیپا را بیار سیپا خب سیپا هم همین خیل باید هر دو بند یک خیل باید باشن هر دو بند باید یک خیل باشن تا که اسب قی نشوه سیپا را چسباندیم و سر زمین میریم خب این همه خب ما خیلی یاردم میتیم اسب در کندن کارتوشکا هایچ ایسو اینا دیده ایسوده در بین قطاروی سیب هم کارتوشکا را میکوریم تا که از همین حاصل خوب میشود در شرایط حولین است خب بغیر از این هم کارتوشکا در کوه داریم خیلی در اونجا کار کردش با تراکتور میشه یکی در این شرایطی که حاضر هستک بین قطار سیوده خب با اسب قطعی کار کرد میکنیم اکثریت کارامون خب با همه اسب که خیلی یاردم میته اسب در خوجگی خب قریب که اسب
ба ҳамаи арзи тракторам кор метиҳад дар мо техника аст. хоб ина ҳозир сипоре ки дар қафои асп ҳастак барои кандани картошка. хоб дар мавсими картошка нашҳанамо карданаш хоб байни ҷӯякҳои картошкара ҳамчунин ба асп хоб нар мекунем, яъне каланд мекунем ба асп. хоб бо гашта ҷуборгириша ҳам ба ҳамин асп ҷӯяк мегирем. хоб канданаш ҳам ҳамин асп ёрдам метиҳад. بعد این امیر طرز روزگذرانی و کارتوشکان بکوریم کارتوشکا را چنین از خود خوجگی رو میگیریم زایدتیش با بزرگای شنبه شهر میبریم. این هم خیلی زندگی شکرانه این هم دولت سولت این هم عثمانی صاف و بیغبار بیجنگ این زندگی مو ایق بهتر دیگر در هیچ جهان نیست. همین خیلی فکریم شخصی من هم خیلی همه چیز خودت ببروی خوب نیست. مهنت کنی آدمویی که مهنت مینه فایدهش میبینه. عذاب نمیکشه. مهنت نکنی عذاب میکشی. همه حرکت کنی همش میشه. اینا شخصا من به فرزندم قاطی کارتوشکا کیش کردم اینا آوردم 5 تن قریب زوید. همین سر که و همین خیلی بود هواشناسا خیلی رحمت که خیلی علم ترقی کرده پیش خبر میدن. اینا ما علاقه همون کندیم آوردیم. همون خیلی انا آوردیم همین جای ریختیم ولی میگیریم بعد از جوبجو منیم. انا بعد با بزرگ میبریم میفروشیم. طرز زندگی ما همینه برادر. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон пайваста таъкид менамояд ки дар ҳар як оила бояд захираи маводи узқавори ниёзи аввал мавҷуд бошад. албатта мардуми заҳматқарини деҳа аз дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат барои аз ҳарвақта дида барои захира намудани маводи хӯрока яъне ҷаҳду талош доранд. ذخیره بونکا، بادرینگ، زندولی، سیب بسیار همون چیزا ذخیره میدیم. در همینجا شفتالو، آلو، آلیچه همه چیزا رو ما ذخیره میدیم. کارتوشکا 2 تا 3 تن ذخیره میدیم. سبزی میکاریم. همه چیزا در می خواجگی چی ذخیره در کاره ما ذخیره میدیم. چیزی در کار است. ما نمیریم ای بزرگ بخریم یا که ای چی بخریم، فقط ایمو دستای خودمون میخریم. سیب خیلی نقده سیب اگر همین محنت کنی همون نگاه بین کنی آبش دباغ غذاش بتی مثال پاروی منرالی دیگه شورا همون نقد میشه و بسا با محنت هر یک شخص هر یک دهقان هر یک انسان شده شکل همین استقلالیت همین جنوب بولی که نمیخواد زمینای خلق هم مثال صفحه بر کاغیان هم خودشون استحصال میکنن حاصلای نقد میگیرن نباز زیادشه در بازارهای شهر پایتخت هم میبرن مثال میفروشن کمبودیا را بود میکنن و آدمایی که مثال دوزیم کارتوشکای سیب با میگیرن با زندگیش نبردن میگیرن همین ما هم خیلی است که برای شکرانه ما را بابایمون هم خیلی سیبای پیشپزک تیار میکنن مای ایون آخرای ایون در ایول ما همین علاقه وقتی کشت درا میشه وقتی همین کار همین وطن میشه آن وقت سیب سر میشه ما فرزندامو هیچ وقت به میوه نیستن فقط همین وقتی مایو همین ایون در 2 ماه ما به سیب میمونیم اگر همین سال همین تا همین 10 ماه ما سیب میخریم
بعد من سبورا شخصا من خودم اگر تعریف نشود پیوند مینم همین سبود پیش بزرگ اینا ایش تمام شد اوش میپزه ایش تمام شد اوش میپزه همین خیلی قصه است که برای زمستون اینا خوبانی برای بزرگ میبریم کریپسون میبریم میفروشیم گلدن میبریم میفروشیم انا حاضر بونای سبوی نو برآمد شدگیان دنای اینتنسیوی میگن آیا آوردم پیوند کردم حاضر در بهران ازن خدا خو سال آینده یک تنیمتا شد سال آینده اینو با استفاده میبریم یا که چخیلن ایرا با بایای ما ندیدن اینا شکرانه نه استقلالات شکرانه نه دولت رفت و اومدی سرور همه تاجیکای دنیا که میروه و همه جهان گشت همون بهترین چیزا رو میاره در تاجیکستان عزیز ما همون اینا استفاده بوده با برای فرزندام و اینا تیار کرده هستن که پس از سر ما با خیلی فرزندام بخرن با ما رحمت بگن چه خیلی که ما بابیام را یادآوری می‌کنیم رحمت میگیم انا نه کریپسونم دارم نه خوبانینم دارم نه سری انا زندالی نه چرمویه من قطعیه هدیم گندم تازه میشویم در تای او یک روز میسته بعد یک دقیقه میگیریم میشه در تای او میسته بعد یک روز میگیریم بود یک جوگه لندک میمونه میشه هر روز میشویمش 4 روزنده این ساز میشه و همی چی ساز میشه و با تید مینی در سلفان تیدش مینیم خوب میشه و بعد آسیابش میبریم در آسیاب آردش میوریم بعد همی همه وقت خیرت چی مینیم سیمول مینیم آشوب داریم و این طرز زندگی و روزگارانی ما آشوب همه آشوب میشود ما همه مردم بیارن ارد می‌نیم همه 50 کیلو 3 کیلوگرمی ارد میگیریم هم زندگی خودمون میگذرونیم زندگی را همه پیش میبریم همه برای همه خلق همه دههای جماعت چشمه یوری میرسونیم اسمنک اردشی کردیم با همین نیم ارد ای اسمنک میگیریم نیم ای اردی مگزیم میگیریم ارارش مینیم شکرش میریزیم روغن میریزیم میشوریمش بعد تای دیگ دو لعلی را روغن میمونی اسمنک تای دیگ دونی بعد میپزه کدو را بعد که همین علاوه نون نبستیم که تیار کردیم نون نبستیم تیار کردیم علاوه تیب میدیم در بالای هم یک آهن را کدو را میمونی تا پوگایی را میپزه رنگ حولوک کدو و مزایخش رو میخرن کودکو در چای پوگایشو وقتی کم همین نیش زد برای برآمدن بعد بیان میگیری تا افتو با خشک مینی اردی او را میگیری چی خیلی که بخوری اسمنک در نوروز تیار مینن آنم خیلی میشه که در پیچ‌های الکتریکی میپزن میشه که در بو خیلی اسمنک در کوسو چی مینن خیلی میشه یگون فرق نداره اینا خیلی کاربری اوشو و خیلی گندم رو میشویم تر مینیم کوق مینیم با ای سرکه در دک سرخ مینیم میبریم در آسیاب ارد مینیم اینه ارد نیشه یکی اینه میشوریمش تیوره شک میشوریم
روغنش میدوزیم نمکش میدوزیم ارارشش مینیم میخریمش شیر روغن نمک میریزیم شو میشوریم شو تیور مینیم ارارش که کن تیور کشید میخریم شو دوری اوی ویا با بیامو و من چکاکوش میچقیدن میخوردن اوری کمکک از من کمکک دورتر شده است تلخون پیشتر همه در یک میجوشونن گندم میپزه گندم بعد خشک مینن بعد گندم ارد مینن بعد وقتی اردی ورد در روغن زرد روغن استحصال خدمتی انا بعد چخیل بگم اوری حوزیره رولت برین میشوه حوزی رولتو برین انا بعد امورا میخینیم بهت با مزه وای اوچه میکن بی بیو میکن خدمو مینیم حوزی کس بیامو بی بیو اوچوم مینیم نمتا میخرن کودکو این میتامینیم این میتامینیم میخریم یا همش فایده دارن اکی چیزایی که میخریم یونده یا فایده دارن تیرامو کشید من قریب 1000 1,500 ای هندوک فایده میبینم برای فروختنش فایده میبینم ای توشکا فایده میبینم ای سه فایده میبینم 1 کیلو قروت من 15 تومانی میفروشم تخم در چیا میگیریم میبریم در مغازینا میسپریم ای هندوک هم میسپریم هندوک و همی به همی خدشم موفق تخمینه هم چوجه میبروره اینای مرغامو کروکا میبریم دیگه در مغازینا میتیم میفروشیم تخمورانی ما نمیمونیم که خاصی زمین چیش به فایده روه اکنون گفتن در کار است که عامل‌هایی هستند که با رفت ساحه زنبور پروری هم از جهت پلوسه هم مینوسه دارند. برای ساحه زنبور پروری بنده فکر میکند که یکم مساعد آمدن باد هوا است. یکم مساعد آمدن باد هوا در شرایط اقلیمی ما یک چیز از جهت بیولوژی ادپتاسیون میگویند. این موافقت کردن مطابق شدن با همون محل و با همون باد و هوا از سببی که آنکه سالهای آخر خبت اتمسفر یعنی اوزون O3 نهایت از تاثیر نورهای رادیواکتیوی تاثیر کردگی و شعاع آفتاب نهایت به زمین رسیده است که این باعث گرم شدن به درجه 0 از 5 از سالهای پیشین زمین است و بنابراین خواهیم نخواهیم تاثیر به اقلیم به طبیعت آورده می رساند که این باعث می شود با کم کردن محصولات زنبور عسل پروری. لیکن وابسته به اینها باز جهت‌هایی هست که جهت‌های مثبت دارند. استفاده بردن از جهت‌های مثبت یعنی در همون حالت‌ها کشانیدن زنبور جای را به جای‌هایی که با اقلیم با طبیعتاً با معتدل مطابق به خود هم زنبور است. سببی بر بلند شدن حاصلناکی زنبور عسل می‌گردد. برای زنبور عسل پروری بارش خوب است لیکن به وقتش. فرض کردیم که وقتی که بارندگی نهایت طولانی آمد گردی
گل شیره نکتری که در ترکیب علف‌های بسیارساله یا که دیگر علف‌های مونوپولی هستند و یا رو شسته میبرند. وقتی که شسته بود زنبور همون موقع خیشه دیگر اشغال کرده نمیتونه، یعنی که جمع آوری نکتر در ترکیب همون خودی رستنی های شهد آور کم می شود، یعنی شسته می شود. نوع وابسته و همون خیلی شیرانه که تا 10 12 تا 15 کیلوگرم از یک اویله حاصل به دست آوردیم. هنرهای ما بچه جون شیرین همی گل کشی و اینا گل دوزی و توقی دوزی و اینا سمنک تلقون نون کلون کلچه این محنت و هنرام همیو یا توی میشه یکون گپ کار میشه همی نونای کلون مونه کلچه همون سمنک تلقون استفاده میبریم معرکه و گرم میگیریم هم خیلی انا گل دوزی مو محنت مینیم اینا گل دوزی مینیم بازار میبریم به دخترامون مینیم همینطوری خونه فسانک برای عروسا تا بازار میفروشیم با زندگیمون میبریم. دوره که با ما را توی کن تولد من 59 های با گلدوزی های خیلی سراستین میگفتن خیلی وقت فسان کمی مرده میخرسندی را که کتای وقت داریم کتای سراستین داریم گلدوزی میکن تری نه چودی رو مو گلدوزی بی پی او مادرامو ها اکبا یا خرسنده بدیم که چودی من گلدوزی های همین خیلی کرده همو حوزی خیلی کرو خدارش کرد خیلی در همین دوره باسوزی سبک شیدن کرو خیلی سبکه چلیگ میرسیدیم اینو کرو را نمینن حوزی تیورا میخریم چلیگ میرسیدیم رنگ میکیم ورشته را محنت میکیم گیرش بیویا حوزی خیلی کرو سبک شدن گلدوزی های میرم و کرتای میدوزی میفروشم یک کرتای گلدوزی من در 1200 تومان میروه خود طلبگاراشون چوم ایگه جو خودم میکشم و خودم میدوزم خودم بار میچسبونم خودم سوداش میزنم همیره همه پلش حساب کنی 1000 سو میشه ای همی متریال خریدن تو هم به همیجا رسیدن 1000 سو میشه همه محنتی دستی خدموه نه لباس میخریم گل کش دمیتیم گل میکشه میشینه میدوزیم سوزن رسته خطیم دختگیه میخرم ها تیورا منیم عروسا میگیرن خیلی آدم در اون شتگی وظیفه داره نمیرسه به کارو ما که خیلی خاننشینه دنه قشلق جای مینیم میره محنت مینیم تیور مینیم میان میگیرنش هنر به هنر امیروس پدر به ایزار زیور به در هیچ خور نمیشه محنت مینیم به تشویش میخریم گردن کجی هیچ کنه میشه کس به قشلاق شما مهمان شود خوش دماغ از باغ و از بستان شود از سعادت هایتان شادان شود از سعادت هایتان شادان شود شادان شود شادان شود اینقدر زیباست قشلاق شما سکلی دل ها قشلاق شما
آب شیرین از در جوی شما لطف و احسان از در کوی شما روشنایی بارد از روی شما روشنایی بارد از روی شما روی شما روی شما اینقدر زیباست قشلاق شما سقلی دل هاست قشلاق شما فارم آواز رسد از کوچه باغ دل کند رخسار زیبا را سراغ یاری ما هرگز نبیند درد و داغ یاری ما هرگز نبیند درد و داغ ای درد و داغ ای درد و داغ اینقدر زیباست قشلاق شما سقلی دل هاست قشلاق شما